بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر برای جهاد در راه من و طلب خوشنودی من از وطن خود بیرون آمده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست مگیرید که به آنها مهربانی کنید. و حالان که آنان به دین حقی که برای شما آمده است کفر و انکار ورزیده اند و پیامبر و شما را آواره کرده اند، چرا که به الله پروردگارتان ایمان دارید، شما پنهانی با آنها پیوند دوستی برقرار می کنید، در حالی که من به آنچه که پنهان می دارید و آنچه که آشکار می سازید داناترم، و هر کس از شما که چنین کاری کند یقینا راه راست را گم کرده است. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. اگر آنها بر شما دست یابند دشمنانتان خواهند بود و به آزارتان دست و زبان می‌گشایند و دوست دارند که شما نیز کافر گردید. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. روز قیامت هرگز خویشاوندانتان و فرزندانتان به حالتان سودی نخواهند داشت. الله در میان شما جدایی میاندازد و الله به آنچه انجام میدهید بیناست. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. یقیناً برای شما در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند سرمشق خوبی وجود دارد. آنگاه که به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه غیر از الله می پرستید بیزاریم، به شما کافر شده ایم و میان ما و شما دشمنی و کینه همیشگی پدید آمده است تا وقتی که به الله یگانه ایمان آورید. مگر آن سخن ابراهیم که به پدرش آزر گفت من برایت
آمرزش طلب می کنم و در برابر الله برای تو اختیار چیزی را ندارم. پروردگارا، بر تو توکل کردیم و به سوی تو روی آوردیم و بازگشت همه به سوی توست. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا، ما را دستخوش فتنه کافران قرار مده و ما را بیامرز ای پروردگار ما، همانا تو پیروزمند حکیمی. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. مسلماً برای شما در زندگی آنها سرمشق خوبی است، برای کسانی که امید به الله و روز قیامت دارند، و هر کس روی گردان شود بداند که الله بی‌نیاز ستوده است. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. چه بسا الله میان شما و کسانی از مشرکین که با آنها دشمنی داشته اید پیوند دوستی و محبت برقرار کند و الله تواناست و الله آمرزنده مهربان است. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما نجنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند نهی نمی کند. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. او تنها شما را از دوستی با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما جنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون کرده اند و بر بیرون راندن شما به دیگران کمک کرده اند و هر کس با آنان دوستی کند آنانند که ستمکارانند. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ای کسانی که ایمان آورده اید،
هنگامی که زنان مؤمن مهاجر به نزد شما می آیند آنها را بیازمایید. الله به ایمانشان داناتر است. پس اگر آنها را زنانی مؤمن یافتید ایشان را به سوی کافران باز نگردانید. نه آن زنان بر ایشان حلالند و نه آن مردان بر این زنان حلال و هرچه شوهران کافر خرج این زنان کرده اند به آنها بدهید. و بر شما گناهی نیست که پس از آن که مهریه هایشان را پرداختید با آنان ازدواج کنید و به نگه داشتن پیوند زناشویی با زنان کافر دل نبندید. و چون زنان شما نزد آنان روند رهایشان کنید و آنچه را خرج کرده اید از ایشان مطالبه کنید و کافران نیز آنچه را خرج کرده اند مطالبه کنند. این حکم الله است که در میان شما داوری می کند و الله دانای حکیم است. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. اگر یکی از همسران شما به سوی کافران رفت آنگاه شما در جنگ بر آنان پیروز شدید و به انتقام از کافران برخاستید، پس به کسانی که همسرانشان به سوی کفار رفته اند همانند آنچه را که خرج کرده اند از غنایم بپردازید و از اللهی که شما به او ایمان دارید پروا کنید. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحیم. ای پیامبر، هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آمدند تا با تو بیعت کنند که چیزی را با الله شریک نسازند و دزدی نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندان خود را نکشند و فرزندی را به دروغ به شوهرانشان نسبت ندهند و در کارهای نیک از تو نافرمانی نکنند، با آنان بیعت کن و از الله برایشان آمرزش بخواه. بیگمان الله آمرزنده مهربان است. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ای کسانی که ایمان آورده اید، با قومی که الله بر آنان خشم و غضب گرفته است دوستی نکنید. آنها از آخرت مأیوسند، همان گونه که کافران از گور خفتگان مأیوسند.